چوپان دروغگو. یکی بود یکی نبود، یه پسر چوپان در روستا زندگی میکرد. حوصله‌ام سر رفته، یه کار بامزه‌ای نیست که انجام بدم. پسر چوپان یه فکری به ذهنش رسید. اون به سمت روستا دوید و فریاد زد: آو گرگ 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 اومده. کجاست؟ گرگ کجاست؟ اهالی روستا با چوب و چماق از راه رسیدند. من الکی گفتم، باورم نمیشد همتون گول خوردید. اهالی روستا عصبانی شدن و از اونجا رفتن. چوپان دروغگو خیلی خندید و تصمیم گرفت دوباره این کار رو تکرار کنه. چند روز بعد چوپان دروغگو دوباره به سمت روستا دوید و فریاد زد: آو گرگ، یه گرگ گنده اینجا. مردم روستا دوباره با عجله به سمت چوپان دروغگو دویدن. بعد دوباره الکی گفتم. ای دروغگو، ما دیگه هیچ وقت گول حرفاتو نمیخوریم. مردم روستا یه بار دیگه با عصبانیت از اونجا رفتن. بالاخره یک روز یک گرگ بزرگ و ترسناک واقعا اومد. کمک، خواهش میکنم یکی به دادم برسه. گرگ اومده، جدی میگم، گرگ اومده. بازم که این اومد. واقعا فکر کرده ما بازم گول حرفاشو میخوریم؟ امکان نداره. با اینکه چوپان دروغگو التماس میکرد، اهالی روستا از جاشون تکون نخوردن. گرگ گرسنه هم تمام گوسفندا رو یکی یکی خورد.